سلام جگرها، خوش اومدین. به به صفا آوردیم. امروز یه داستانی میخوام براتون تعریف کنم که واقعا با تمام داستانای جنایی دیگه‌ای که من تا حالا خوندم، نگاه کردم، گوش کردم فرق داره. شاید هم به خاطر اینکه خیلی داستان جنایی نمیشه گفت، اما یه معمایی توی این قضیه است. هنوز داره آپدیت میشه، هنوز ادامه داره. از این داستان دیسکاوری پلاس یک سریال مستند ساخته که میتونین برین اون رو هم ببینین. در دیسکریپشن لینک این و تمام مطالبی که استفاده کردم به عنوان مرجع رو میگذارم. حتما برام کامنت بذارین. اما من امروز میخوام خیلی خلاصه مطالب مهمی که به نظرم در تصمیم گیری مهمه رو حتما بهش اشاره کنم. بریم که اپیزود عجیب غریب داشته باشیم. کریستین و مایکل بارنت، زن و مرد آمریکایی که ناتالیا رو در سال 2010 از یک پرورشگاه به فرزندی قبول کرده بودن، اون رو توی آپارتمانی که توش تنها زندگی میکرد رها کرده بودن و خودشون در کانادا زندگی میکردن. خانم آقای بارنت ادعا میکردن ناتالیا گریس دختر خوندهشون که به اختلال دیستروفیک دیسپلازی مبتلاست که یک نوع خیلی نادر از دورفیزم یا کوتاه قامتیه، یک دختر بچه 7-8 ساله و معصوم نیست، بلکه یک زن 22 ساله بالغ و یک سوسیوپته. مایکل و کریستین بارنت با 3 پسرشون توی خونه خیلی بزرگ و توی یک محله خیلی قشنگ توی آمریکا دارن زندگی میکنن و چند تا ماشین خیلی مدل بالا و لامبورگینی زرد و اینا هم دم درشون پارکه. کریستین خانم بارنت نویسنده و سخنران انگیزشیه. نه تنها این، بلکه پسر بزرگشون جیک یک اختلال اوتیسم هم داره و دکتر بهش گفته بوده وقتی که بچه بوده، گفته بچه شما جیک حتی نمیتونه بند کفشش رو هم ببنده در آینده، یعنی هیچ امیدی نیست. اما تا وقتی 12 ساله شده بوده، جیک خودش به خودش حسابان یاد داده بوده و یک نابغه ریاضیه، یعنی یک اپیزود کامل 60 مینیت از جیک داستانش درست شده، سالها پیش از این که اصلا ماجرای ناتالیا گریس و این فرزند خوندگی مطرح باشه. خانم آقای بارنت خیلی وجهشون براشون مهم بوده، همسایه ها چی میگن، فامیل چی میگن، و خودش رو به عنوان یک زنی، یک مادری جا انداخته بوده که بچه‌ای که براش هیچ امیدی نبوده رو تبدیل به یک نابغه کرده. اینا از بس خوشبخت بودن در سال 2010 تصمیم میگیرن که ما یک بچه دیگه هم به فرزند خوندگی میخوایم قبول بکنیم و میرن وارد پروسه میشن. از پرورشگاه شپرد کیر باشون تماس میگیرن، میگن یک دختر بچه‌ای هست که مبتلا به دورفیزمه و دنبال خانواده میگرده، اما کلوزد اداپشن بوده، یعنی اجازه نداشتن که اون رو ببینن یا برن یه سری مثلا آزمایشات و امتحانا بکنن. بهشون گفته بودن 24 ساعت وقت دارین بگین آره یا نه. اینا هم قبول میکنن و میگن وقتی که ناتالیا اولین بار در رو باز کردن اومد به سمت ما توی اتاق و مامی ددی اومد بغلمون کرد محکم، اصلا قند توی دل همشون آب شده بود و به نظر میاد که همه چی خیلی عالیه. مایکل توی اون سریال شرکت میکنه. از کریستین خبری نیست توی اون مستند، اما مایکل داره دیدگاه خانواده رو تعریف میکنه. همون روز اول بود که ما تصمیم گرفتیم از اون شهر دیگه که میخوایم بیایم مثلا شهر خودمون خانوادگی بریم دیزنی ورلد. ناتالیا رو میبرن دیزنی ورلد و توی هتلشون بودن که کریستین میبره ناتالیا رو همون و مایکل میگه کریستین داد زد که همین الان بیا اینجا. و من رفتم توی همون و گفتش نگاه کن پایین رو نگاه کن و میگه متوجه شدیم که ناتالیا که طبق آیدی و شناسنامش روز 4 سپتامبر سال 2003 به دنیا آمده، یعنی اون موقع باید 6 سالش بوده باشه، اندام جنسیش کاملا مو داره و بچه 6 ساله امکان نداره که اینقدر مو داشته باشه بدنش. اما میدونم این یه چیزیه که همه جای دنیا هم رواج داره، مخصوصا توی اداپشن و فرزندخوندگی‌های بین المللی که یه ذره تاریخ تولد بچه رو دستکاری میکنن، چون اکثر خانواده ها تمایل دارن که بچه‌های سن پایین‌تر رو به فرزندخوندگی بگیرن. بنابراین کاملا ممکنه که ناتالیا هم 2-3 سال بزرگتر از
سنی که توی شناسنامش نوشته سن اصلی و واقعیش باشه. وقتی عکس ناتالیا رو میبینین که براتون میذارم، در روزی که به فرزند خوندگی گرفتنش، دختر کوچولوی بامزه با موهای فرفری قهوه‌ای که خیلی هم بانمکه به نظر من. بارنتا میگن براشون خیلی عجیب بوده، اما گذاشتن شاید به حساب بلوغ زودرس و البته من هم تحقیق کردم دیدم استرس و اون سختیایی که ناتالیا کشیده بوده به هر حال توی پرورشگاه توی اوکراین بوده تا 6 سالگی، بعد یک خانواده دیگه اونو به فرزندی قبول کرده بودن 1 سال پیش اونها بوده، اما اونها ناتالیا رو به پرورشگاه برگردوندن و هیچ کدوم از این اطلاعات هم اجازه منتشر شدنشون نداشته. با این گذشته سخت احتمال این وجود داره که بلوغ زودرس رخ بده و این رو هم گذاشتن به حساب بلوغ زودرس و بیخیالش شدن. وقتی به خونهشون در وستفیلد ایندیانا برمیگردن یه مهمونی بزرگم به افتخار ناتالیا میگیرن و همه چیز به نظر عالی میامده. بعد از یه مدت مشخص میشه که ناتالیا خب یه سری مشکلات رفتاری داره که اینو هم مایکل توی مصاحبه میگه توی مستند و هم جیک پسرشون که الان بزرگ شده یه آدم بالغه میگه قطعا ناتالیا مشکلات رفتاری داشت. مثلا اسباب بازی‌های برادرای دیگه‌ش رو میدزدید و اونا رو یا پرت میکرده بهشون یا پرت میکرده مثلا وسط خیابون وقتی ماشینا دارن رد میشن یا ماشین از روی اسباب بازی‌ها رد شه یا بچه‌ها بدون برن توی خیابون و ماشین بهشون بزنه. این حرفیه که مایکل داره تلویحاً میزنه که میگه اینا رو مینداخت جلوی ترافیک که بچه‌ها بدون دنبالش، یعنی یه اشاره داره که قصد جون بچه‌ها رو داشت. یه روز مایکل میاد خونه و کریستین بهش میگه که توی اتاق ناتالیا یه چیزی پیدا کرده، یه لباس زیر خونی، یعنی اینکه ناتالیا پریود میشه، بچه 6 سالشون پریود میشه. حتما کم کم متوجه شدید که تمام این ادعاها و حرفا به این اشاره داره که ناتالیا 6 سالش نیست و بزرگتر از اون 6 ساله. اما خب چقدر؟ ما که گفتیم احتمال داره که 8-9 سالش باشه. اگر فکر کنیم ناتالیا 8-9 سالشه، سن اصلیش، یه ذره بلوغ زودرس داره و استرس و بدبختی‌های گذشته‌اش باعث شده که این به بلوغ زودرس برسه، پس خیلی عجیب نیست که بچه 9 ساله پریود هم شده باشه. این هم باز میذارن به همون حساب و خیلی بهش توجه نمی‌کنن. اینم خیلی جالبه، من توی تحقیقاتم خوندم که سبک زندگی مدرن باعث بلوغ زودرس میشه. گوشتای فرآوری شده، یه سری لامپایی که استفاده می‌کنیم، اینها توی مسئله بلوغ زنانم تاثیر داره. خانم آقای بارنت در تمام این سالها و توی مستند هم میگم با وجود تمام مشکلاتی که بود، ما هرگز به برگردوندن ناتالیا به پرورشگاه فکر هم نکردیم. کریستین هم که قبلا برای خودش اسم در کرده بود به عنوان مادر نابغه ساز و یک کتاب نوشته بود که خیلی شاید موفقیتش اونطوری که توقع داشت نبوده. یک ارگانیزیشنی هم زده که به افرادی مثل جیک پسرشون یا مثل ناتالیا که احتیاج به کمک دارن کمک بکنن. از طریق این سازمان تونسته بودن یک بچه دیگه‌ای که اختلال نادر ناتالیا رو داره پیدا بکنن و گفتن خب چقدر خوبه اینا رو با هم دیگه آشنا می‌کنیم. مایکل میگه وقتی که این دختر کوچولو به نام تریس که همون 6-7 سالش هم اومد خونه ما همه شوکه شدیم، از جمله مادر تریس، به خاطر اینکه قدش کوچیک‌تر بوده و صورتش خیلی کوچولوتر بوده و ناتالیا خیلی اجزای صورتش به بلوغ و تکامل بهتری رسیده، مثلا گونه‌های برجسته داره، پیشونی بلند و خیلی هم رفتارش بچگانه نیست. یعنی حتی من وقتی که داشتم مصاحبه‌هایی با ناتالیا رو می‌دیدم یا داشتم فیلمایی که از قبل داشتن اون زمانی که از قرار معلوم ناتالیا 7-8 سالش بوده رو می‌دیدم، واقعاً فکر نمی‌کردم که این حرف زدن یک بچه است. صورتش و ظاهرش به نظرم بچگونه است، اما واقعا حرف زدنش نه، و این برای خود منم خیلی سوال داره، چون من مطمئنم که ناتالیا بچه بوده. اما دوست دارم نظر شما رو هم بدونم بعد از اینکه این عکس‌ها رو می‌بینین، بعد از اینکه داستان رو میشنوین، برام بنویسین که شما چی فکر می‌کنین. بارنتا میگن دیدن یه شب یه صدایی از اتاق ناتالیا میاد، همه خواب بودن، میرن در اتاقش باز میکنن، ببینن خیره با یک نگاه مات زده وایساده وسط اتاقش. میگن ناتالیا چی کار میکنی؟ یه هیچی، منتظرم شما بخوابی.
و نکته دیگه اینه که ناتالیا خیلی وقت نیست اومده آمریکا، اما با لهجه و خیلی روون حرف میزنه، یعنی با لهجه آمریکایی و لهجه اوکراینی نداره و میگن اصلا هم اوکراینی بلد نبوده. اما خب بازم من نمیفهمم، یعنی خیلی کوچیک بوده دیگه، بعد اومده اینجا، بچه‌ها همه چیزو زود یاد میگیرن. توی این مستند و بعضی مصاحبه هایی هم که آنلاین پیدا میشه، ناتالیا فرصت پیدا کرده که به این اتهام و این حرفایی که خانم آقای بارنت سالها زدن هم پاسخ بده. کریستین و مایکل میگن یه شب دیگه از خواب میپرن، میبینن ناتالیا پایین تختشون با یه چاقوی گنده وایساده داره بهشون ظلم میزنه. ناتالیا برگرد تو اتاقت، داری چیکار میکنی؟ ناتالیا هم چاقو رو آورد پایین، برگشت رفت تو اتاقش. بعدا میرن اتاق ناتالیا رو میگردن و میگن ما تعداد زیادی چاقو توی اتاق پیدا کردیم و ناتالیا رو میبرن پیش روانشناس و از این جلسه به اون جلسه مشاور ناتالیا چیزی احساس نکرده بوده، اما بارنتا ناتالیا رو هی از این مشاور میبردن پیش اون، انگار رفتن خرید، از این مغازه میرن پیش اون مغازه ببینن چی دوست دارن دیگه. چهارمین روانشناسی که برده بودن پیشش به مایکل و کریستین میگه تمام خانواده شما در خطره، دختر شما سوسیوپته و هیچ کاری هم از دست شما برنمیاد. کدوم روانشناسی همچین حرفی میزنه؟ کدوم مشاور و روانشناسی میاد به یک خانواده که یک بچه معلولی رو به فرزند خوندگی گرفتن میگه سوسیوپت، تموم شد، هیچ کاری نمیشه براش کرد؟ گفتم بهتون رفتارهای بد ناتالیا یک چیزی بوده که نمیشه انکار کرد. رفتارهای بد داشته. جیک هم میگه یه کاری که میکرد ناتالیا اینه که جاهای مختلف، مثلا چون رو میز هر جایی که از پیپی میکرده. خود جیک هم اون زمان یه بچه بوده توی خونه و باید اون شرایط ذهنی و مغزی جیک رو هم در نظر داشت. حتی جیک هم اعتراف میکنه که بعضی از کارهایی که مادر و پدرش با ناتالیا کردن درست نبوده و اگر روانشناس بهشون اونا رو توصیه کرده باید پروانه کارش باطل بشه. سوال مهم، ناتالیا سوسیوپت بوده و مشاورای دیگه نفهمیدن، یا اینا انقدر گشتن تا یه مشاوری پیدا کردن که بگه آره ناتالیا سوسیوپته؟ و چجوریه که اینقدر هم به حرف دکتر اعتماد داشتن؟ به حرف دکترای قبلی زیاد اعتماد نداشتن ولی این یکی دکتر رو 100% قبول کردن. چطور وقتی جیک بچه بوده رفتن پیش دکتر گفته این حتی کفشاش هم نمیتونه بعداً بندشو ببنده، شما نپذیرفتین و قد حمایتش کردین، بهش کمک کردین تا اینکه نابغه شد، ولی به محض اینکه گفتش این ناتالیا سوسیوپته تموم شد دیگه، زنجیر بهش بستین. ناتالیا همینجوری به تراپی رفتن ادامه میده، گویا یه ذره شرایط بهتر شده بوده و یه روز توی خونه میگه که کریستین من میخوام توی کارهای خونه بهت کمک بکنم و این لیوان قهوه‌ای که دستش بوده رو میذاره روی میز، میره از آشپزخونه بیرون، برمیگرده که یه قلوپ از این بخوره، جیغش میره دوباره هوا. میگه مزه و بوی وایتکس رو احساس میکنه توی این. بچه‌ها تمام اینا ریز ریز به این اشاره دارن که یعنی ناتالیا قصد کشتن این خانواده رو داشته، قصد اینکه همشون رو بکشه. ناتالیا هم انقدر من نمیدونم که چه جوری رسیده بوده از بالای میز وایتکس رو بریزه توی قهوه حاج خانوم. کریستین هم که همیشه داشته جیغ و داد میکرده ناتالیا چرا وایتکس رو ریختی تو قهوه‌م؟ میگه ناتالیا برگشته گفته چون میخوام همتون رو مسموم کنم. ناتالیا رو میبرن یه بیمارستان روانی و اونجا دکترها بهشون توصیه میکنن که باید از این بعد در اتاق ناتالیا رو قفل کنید، ناتالیا رو توی اتاقش زندانی کنید. خب چند وقتی هم به همین ترتیب میگذره. برای تولد بچه کوچیکشون که قرار معلوم همسن ناتالیا بوده، یه روز میخوام برن گردش خانوادگی و میرن توی مزرعه. ناتالیا میگه کفشم نامناسب بوده و اونجا پام درد میکنه، داشته خون میومده و اینا، میگیرم میشینم و کریستین به مایکل و پسرها میگه شما جلو برین، من میشینم کنار ناتالیا. چند دقیقه بیشتر نگذشته بوده که صدای آژیر پلیس میاد. مایکل میگه وقتی صدای آژیر اومد من گفتم کریستین مرد. چرا فکر کردی کریستین مرد؟ یعنی توی مزرعه صدای ماشین پلیس بیاد شما فکر میکنین زنم مرد؟
توی مستند از ناتالیا میپرسن، میگن چه اتفاقی افتاد اینجا؟ میگه من چند روز بود هیچی نخورده بودم، پام درد میکرد و خون اومده بود. ولی ازش نمیپرسن چرا چند روز هیچی نخورده بودی. وقتی صدای آژیر میاد، مایکل و پسرا هم برمیگردن، میبینن پلیس جمع شده، کارکنای مزرعه جمع شدن، کریستین داره داد و بیداد میکنه طبق معمول، جیغ و هوار، و ناتالیا خیلی آروم بوده. هم پلیس هم کارکنای مزرعه توی مستند هستن میگن خیلی ظاهر آرومی داشته و اینا. و کریستین داره داد میزنه که این میخواسته منو بکشه و منو میخواسته بندازه روی حصارای فلزی که بهشون برق وصله، الکتریک فنس. چطوری ناتالیا که انقدره یک بچه است تو رو تونسته بکشه بندازه روی حصارا؟ بعد تازه همین اختلال فیزیکی باعث دردای مفصلی و استخوانی خیلی زیادم میشه. یعنی به هیچ وجه همچین چیزی با عقل جور در نمیاد. اما مایکل در جواب میگه که ناتالیا چون که برای حرکت کردن خیلی زیاد مثلا از دستاش استفاده میکرد و خودش رو مثلا روی پله ها میکشید، با این خیلی بازوی قوی داشت و بازوهاش مثل آرنولد بود. ناتالیا میگه کریستین به من گفتش بلند شو بریم و اومد به من کمک کنه که من پاشم، ولی افتاد، من افتادم، اونم افتاد روی من و همین بود. افراد دیگه هم میگن که ما اصلا همچین چیزی رو متوجه نشدیم که این خانومه داشته میگفته که میخواسته منو بکشه، و اون برقی هم که به اونا وصله، چون که گاو و گوسفندا اون توان، خیلی برق ضعیفیه، اصلا کشنده نیست و از قرار معلوم اون روز اون ناحیه اصلا خاموش بوده برقه. این ماجرای مزرعه رو گوشه ذهنتون داشته باشیم، برمیگردم بهش. بعد از این ماجرا ناتالیا رو میبرن بیمارستان اعصاب و روان، بستری میکنن. اول توی بخش اطفال بوده. کارکنای اونجا هم وضعیت ناتالیا رو میدن، میگفتن رفتارای بد هم داشته، خیلی پرخاشگر بوده و اهل منیپیولیت کردنه، یعنی بازی دادن آدما و مثل همون قضیه موی بدن و اینا هم بوده. انتقالش میدن به بخش بزرگسالان. بعد میگن وقتی که به بخش بزرگسالان رفت، با کارمندای مرد و بیمارای مرد دیگه که اونجا بودن خیلی لاس میزده، رفتارای خیلی بدی داشته، خیلی سجستیو بوده و یه جورایی انگار اغواگری میکرده دیگه، دلبری میکرده برای اونا. 1 ماه بعد بیمارستان به خاطر امنیت خودش ناتالیا رو مرخص میکنه، چون میگه اینجا این کارا رو میکنه، بیمارای مرد دیگه ممکنه آزار و اذیتش بکنن، بهش حمله بکنن یا بهش تجاوز چیزی بشه. به خاطر امنیتش نمیبرنش بخش اطفالا، به خاطر امنیتش مرخصش میکنن. مایکل، کریستین، بعضی از همسایه‌های ناتالیا هم میگن که رفتارهای نامناسبی داشته، خیلی نابهنجار بوده بعضی وقتا کارش، به خصوص پیش مردا یا رفتارهای اغواگرانه‌ای داشته. اما مشکل اصلی من اینه وقتی چنین رفتاری رو توی یک بچه میبینی، به خصوص بچه‌ای که گذشته نامشخصی هم داشته، شما نمیدونین چه اتفاقاتی برای این توی پرورشگاه یا توی خونش یا توی خونه‌های جدیدی که رفته ازش مراقبت بکنن با این بچه شده. ممکنه ازش سوء استفاده جنسی شده باشه، ممکنه ازش خواسته بودن و بهش یاد داده بودن که باید این رفتارا رو بکنه تا بتونه یه چیزی بگیره. این اولین مسئله‌ای که به ذهن من میاد اینه. پس چطور این همه آدم توی این داستان هیچ وقت به این اشاره نمی‌کنن که نکنه ناتالیا که بچه است این رفتارا رو از کی یاد گرفته؟ نکنه بهش گفتن که اگر که اینطوری کنی اونطوری کنی مثلا بهت غذا میدیم یا میتونی به چیزی که میخوای برسی. به هر حال من شکی ندارم که ناتالیا بچه بوده، حالا شاید 6 سالش نبوده، 10 سالش بوده، اما هیچ کدوم از بارنتا، همسایه‌ها، کارمندای بیمارستان، آدمایی توی پرورشگاه، هیچ کس به شعورش نرسیده بوده که وقتی یه همچین رفتاری از بچه می‌بینی باید یه مسائل دیگه‌ای رو تحقیق و بررسی کنی دربارش. مشکلات ادامه داشته تا اینکه یک شب همسایه‌ها صدای ناله و شیون ناتالیا رو میشنون. نگاه می‌کنن می‌بینن بارنتا انداختنش توی حیاط، درم روش بستن با یه پتو، میگن اونجا باید بخوابی. ناتالیا هم گریه می‌کرده، التماس که در باز کنین بیام تو. این میشه که همسایه‌ها زنگ میزنن به خدمات حمایت از کودک، CPS Child Protective Services، مثل پلیس کودکان میمونه. و CPS هم خیلی جدیه کارش توی آمریکا، یعنی پدر و مادری که از بچه‌شون نتونن مراقبت کنن ممکنه به زندان بیفتن و بچه هم میفته دست شاید دوباره پرورشگاه، شاید دوباره توی همین فاستر کیر خانواده‌های دیگه بتونن ازش مراقبت بکنن. اما مایکل و کریستین وقتی پلیس کودکان میاد میگه که ما با
ناتالیا توی خونه احساس امنیت نمی‌کردیم. پلیس هم دستگیر نمی‌کنه کسی و هیچی. اگر با ناتالیا توی خونه احساس امنیت نمی‌کنین، چرا همونجا نمیدینش به پلیس؟ چرا برنمیگردونین پرورشگاه؟ همش میگن ناتالیا ما رو تهدید می‌کرده. چرا دوربین، ضبط صوت، هیچی جایی کار نذاشتین که ازش مدرک مستند داشته باشین؟ الان بهتون نظرمو میگم که به نظرم توی مستند هم بعضی جاها بهش اشاره میشه. من 100% موافق این نظریم. خانم آقای بارنت تجسم رویای آمریکایی هن. یک خانواده خوب و موفق و بچه نابغه و تو نوجوانی میره دانشگاه، بورسیه میشه، یعنی لامبورگینی دم در، اینا که ما یادمون نرفته. مایکل میگه ما 13 تا مبل داشتیم، نمیدونم 5 تا اتاق خواب داشتیم، 6 تا دستشوی توالت داشتیم. اینا براشون مهم بوده. مهمونی میگیرن میگن ببینید ما بچه معلول خودمون داشتیم، یه بچه معلول دیگه هم آوردیم. چقدر ما الگوییم، چقدر ما خوبیم. کتابم مینوشته خانم از تمام این کارا. درآمدزایی بوده این سبک و این لایف استایل برای اینها درآمد داشته. اگر ناتالیا رو اینجا میخواستن پس بدن، تمام اون کردیتی که گرفته بودن از بین میرفته. در واقع میشده شما سوء استفاده کردین از این بچه، بدتر هم میشه. اما کریستین مطمئن بوده که ناتالیا سنش بالاست و بالغ و داره بهشون دروغ میگه. یه روشایی خانواده بارنت، خانواده قبلی ناتالیا رو که بعد از 1 سال پسش داده بودن پرورشگاه پیدا میکنن. معلوم میشه که سال 2008، یعنی 2 سال قبل از اینکه بارنت ها گرفتن ناتالیا رو، اونها از اوکراین مستقیم ناتالیا رو اداپت کردن و این طور که به نظر میرسه واقعا تو همون مدت کم 2-3 سال ناتالیا تونسته خیلی خوب انگلیسی یاد بگیره و لهجه هم نداشته. خب مشکل جسمانی داشته، مشکل مغزی که نداشته. حرف زدن ناتالیا اصلا مدل بچه ها نیست، خیلی بزرگونه به نظر میسه. حتی توی مصاحبه جدا که اونجا میگه من 16 سالمه داره مصاحبه میکنه، باز هم به عنوان یه بچه 16 ساله نیست، اما بچه 16 ساله‌ای که زندگی ناتالیا رو داشته خیلی با من فرق داره. اما یه جای مستند در میاد که خانواده قبلی وقتی میخواسته ناتالیا رو بسپره به یه خانواده دیگه، میگن باید به ما $25,000 بدین چون ما خیلی خرج عملش کردیم. اینجاست که دم خروس میزنه بیرون. اگه درست گفته باشم، درسته؟ اینجاست که یه سری مسائل مشکوک به نظرم مطرحه. این آدمای ریاکار ناتالیا رو گرفته بودن، اما بعداً میبینن چقدر مشکلات جسمی و فیزیکی و اسکلتی داره، باید چقدر عمل بشه، خیلی خرج داره. میگن آقا نمیصرفه، پسش میدیم. بذار هرچی هم که تا حالا خرجش کردیم دیگه که دختر ما نیست، ببینیم از بقیه میتونیم پس بگیریم. که اون خانواده دیگه که دارن باشون مصاحبه میکنن میگه ما نکردیم این کارشون. یعنی چطور ناتالیا رو میخوای به ما بفروشی؟ هر کاری کردی دیگه، اون موقع بچت بوده کردی. این در مورد بارنت هم صادقه. 2 سال بوده که باشون زندگی میکرده، اوضاع خونه کاملا به هم ریخته، دیدن اونقدر که میخواستن پول به دست نیاوردن و همه چیز سخت‌تر شده. همه چیز سخت بوده، حالا سخت‌تر هم شده. اما یادتونه پلیس حمایت از کودکان اومد در خونه‌شون چون ناتالیا بچه بود. دارین حقوق بچه رو نقض میکنین. این اتفاق یه جرقه‌ای میزنه توی ذهن بارنت‌ها که تصمیم میگیرن سن شناسنامه ناتالیا رو عوض کنن. با وجود اینکه کریستین خیلی مصر اعتقاد داشته که ناتالیا بچه نیست و یه زن گنده است. خلاصه میبرن پیش دکتر خانواده که اتفاقا دوست قدیمیشون هم بوده و اون قبول میکنه یه نامه‌ای بده به دادگاه و اونجا هم سن ناتالیا رو عوض میکنن، یه ذره میبرن بالاتر. سن ناتالیا رو که اون موقع بعد 8 سالش میبوده به 22 ارتقا میدن. 8-22. حالا چرا 22؟ به خاطر اینکه توی آمریکا بچه‌ی خودتون رو تا 18 سالگی وظیفه دارین که خرجش رو بدین، اما بچه‌ای که به فرزندخوندگی میگیرین تا 21 سالگی. حالا خیلی جالبه برای من که 21 هم نه، 22 هم نه، 22. یعنی بلافاصله بعد از اون سنی که کاتافه که قطع میشه که شما مسئولیتی نسبت به بچه ندارین، سن جدید بچه رو تعیین کردن. اینجا یعنی دیگه ما هیچ مسئولیتی نداریم، کسی هم نمیتونه زنگ بزنه به CPS و تاریخ تولدش از 2003 به 1989 تغییر میکنه. میان یه آپارتمان براش پیدا میکنن و اولش یه ذره اجارهشو میدن، حق معلولیت هم که از دولت میگرفته و خودشون هر از گاهی بهش سر میزدن، یه سری خوراکی کنسروی و بسته‌بندی و اینا هم بهش میدن و میرن پی کارشون. همسایه ها میگن
خیلی براشون عجیب بوده این داینامیک. یه مردی که با لامبورگینی نمیدونم آخرین مدل میاد اینجا یه سری خوراکی مراکی میده به این بچه معلول. چطوری شما انقدر پول دارین دلتون اومده بچه معلولتون رو تنها بندازین یه جا، حتی پرستار واسش نگیرین؟ من فکر میکنم ناتالیا هر چی که بهش بزرگترا میگفتن انجام بده میگفته باشه. میگفتن الان باید بگی من 22 سالمه ها، اگر اینجا میری نگی 22 سالمه میندازن دوباره تو پرورشگاه، یا ممکنه مثلا این بلا رو سرت بیارن، تو باید بگی من بزرگم. اینکه چطور این بچه از خودش تنهایی مراقبت میکرده من نمیدونم، اما میدونم که خوبم مراقبت نمیکرده، چون همسایه‌ها میگن همیشه کل و کثیف و جولی پولی بوده، بو میداده، حموم نمیرفته و همیشه هم گرسنه بوده. همسایه‌ها هم بهش مهربونی میکردن، با بچه‌هاشون گاهی بازی میکرده، اما اونا هم خسته میشن، میگن همیشه میومده در خونمون، اگه در باز بوده میومده تو. ولی مایکل خیلی عصبانی از این که همسایه‌ها باهاش حرف میزنن یا بهش غذا میدن یا مراقبشن، به خاطر اینکه اینا نشون میده یعنی شما مراقب بچه‌تون نیستین و ما مجبوریم مراقبش باشیم. همسایه‌ها هم از دست ناتالیا خسته شده بودن. 1 سال که میگذره دیگه قراردادشون رو تمدید نمیکنن و میبرنش یه خونه دیگه، یه محله دورتر، و موبایلش رو هم که توقیف کرده بودن بهش میدن بدون هیچ کانتکتی، هیچی توش نبوده. یه مدرسه هم اون دما ثبت نامش کرده بودن که بره مثلا درسشو بخونه دیپلمشو بگیره. حتی همون رو هم به نظر من از سر نیکوکاریشون نکردن. احتمالاً امیدوار بودن ناتالیا بره توی خیابون بدزدنش، ماشین بهشون بزنه، از بین بره. خونه جدیدم همین بوده قضیه، همیشه جولی پولی بوده، میگفته 22 سالمه، اما همسایه‌ها براشون عجیب بوده، میگفتن وقتی با بزرگا حرف میزنه شاید بزرگاست، ولی وقتی با بچه‌هامون بازی میکنه قشنگ همون حالت بچگونه رو داره و خوشحاله، و اون فیلمام خیلی بانمکه دارن این بچه‌ها با هم دیگه بازی میکنن. وقتی ناتالیا میره خونه جدیدش، بارنت ها هم به خاطر اینکه جیک بورسیه گرفته بوده واسه کارشناسی ارشدش جمع میکنن میرن کانادا، از کشور هم میرن بیرون. چرا پسش نمیدین به پرورشگاه؟ چرا این فرصت رو بهش نمیدین؟ شاید یه خانواده دیگه‌ای ببیندش، بگیردش. یه روز میشه مدرسه ناتالیا زنگ میزنه به خانواده بارنت و میگه که ناتالیا چند روز مدرسه نیومده. اما خانواده بارنت هم احتمالاً به خودشون زحمتی نداده بودن که ناتالیا رو پیدا کنن و از حالش با خبر بشن، چون دوباره چند روز بعد مدرسه بهشون زنگ میزنه میگه پیداش کردیم، نگران نباشین، با یه خانمی به نام نانسی من زندگی میکنه. کریستین حتی باز هم بیخیال نشده، شروع میکنه بدگویی کردن ازش، میگه میخواسته ما رو بکشه، نمیدونم، زنگ میزنه به پلیس و اینا، ولی پلیس هم میره تحقیقات میکنه، میبینه نه، به نظر میاد حالش خوبه واقعا. چند مدتی هم هست که داره با این خانم به نام نانسی من و خانواده اون، شوهرش و خانواده و اینا زندگی میکنه. کریستین حتی به زنه زنگ میزنه، شروع میکنه بدگویی کردن و همیناست که من میگم کریستین فقط به فکر خودش بوده. حالا برگردیم دوباره سر ماجرایی که بهتون گفتم یادتون باشه، مزرعه و حصارهای الکتریکی. تئوری چیه؟ اینکه خانم آقای بارنت در واقع اون گردش مزرعه و حصار الکتریکی همه اینا رو برنامه‌ریزی کرده بودن که یک مورد با شاهدای دیگه و مدرک و سندم داشته باشن که فقط حرف خودشون نباشه، چیزی که بقیه هم بتونن بیان شهادت بدن که وقتی بخوام پسش بدن به پرورشگاه یا حالا هر کار دیگه ای بکنن کسی بهشون انتقاد نکنه، بگه نه بابا میامد شب میخواست بچه‌هاشون رو بکشه، خودشون رو بکشه، مجبور بودن از برای امنیت بقیه بچه‌هاشون هم که شده این دختره رو برگردونن پرورشگاه. اما چون این ماجرا و نقشه جواب نمیده، میرن توی کار تغییر سنش و اونطوری از شرش خلاص میشن. سینتیا من و شوهرش فرزندخونده های دیگه‌ای هم داشتن. 7-8 سال هم بوده که با ناتالیا داشتن زندگی میکردن. توی مصاحبه‌ای هم که من ازشون دیدم خیلی خوب و خوش و خورم و میگن مثل خواهر بزرگ برای بچه‌ها و همه چی اوکیه. مدت‌ها ولی باید بگذره تا اینکه کارهای قانونی رو انجام میدن. بعد از 7-8 سال میشه فرزندخونده رسمیشون. مایکل و کریستین مدت‌ها از همدیگه طلاق گرفتن و مشخص میشه که خیلی اختلافات دیگه هم داشتن و مدت‌ها قبل از اصلا که ناتالیا بیاد توی زندگیشون پلیس رفته بوده در خونهشون به خاطر خشونت خانگی. باز هم همسایه‌ها زنگ زده بودن. اما مایکل کماکان میگه که همه چیز وقتی که ناتالیا اومد خراب شد. من مخالف نیستم، چیزای بدی بوده، احتمالاً 100% که خیلی سخته یه عضو جدید که از خانواده تو نیست، از فرهنگ تو نیست، تو باش خوب بگیری، ولی چیز دیگه هم نمیشه توقع داشت. یک چیزی که تمام اینا رو به هم دیگه پیوند میده
اینه که 1 سال قبل از ماجراهای فرزندخوندگی ناتالیا فیلم اورفن بیرون میاد. فیلم اورفن رو اگر ببینین دقیقاً همینه ماجراش. یه دختر بچه یتیمه روسیه که خانواده‌ای که گرفتنش رو میخواد بکشه. توی مستند مایکل داره از ناتالیا معذرت خواهی میکنه و همش میگه که ما هر دو قربانی یک هیولا هستیم. خفه شو مرد گنده، خودتو با ناتالیا داری مقایسه میکنی که یک بچه بی صدای معلول بدون هیچ کسی حامیش نیست. آدم گنده میگه ما ناتالیا we are both victims of the same monster. کریستین اما همون اظهار تأسف رو هم نکرده، اما متاسفانه زندان هم نیفتاده که میگم باز هم به نظر من اون تعصب نظام قضایی آمریکاست. بچه‌ها من توی سرتاسر داستان مطمئن بودم که طرفدار کیم و نظرم چیه، اما یه آپدیت هایی اومد به تازگی که باعث شد که من به یادم بیفته که این داستان رو براتون تعریف بکنم و اینقدر گیجم کرده که تمام اون نتیجه گیری های قطعی قبلیم الان یه ذره مه گرفته شده. توی تیزر فصل جدید سریالی که داره درست میشه یه مکالمه‌ای پخش میشه از خانواده مان، خانواده جدید ناتالیا که 7-8 سال باشون زندگی میکرده و به تازگی به طور رسمی تونستن قبولش کنن، به فرزندی بگیرنش. توی اون مکالمه آقای من داره به تهیه کننده های مستند میگه ما با ناتالیا دیگه زندگی نمی کنیم، ما دیگه نمی بخشیمش، خیلی به ما دروغ گفته. این برای من خیلی سواله. ناتالیا هم البته تایید کرده که دیگه با اون خانواده زندگی نمیکنه. در یک جایی از مستند رفتن اوکراین، مادر اصلی بیولوژیکی ناتالیا رو پیدا کردن و از توی حرفای اون میشه فهمید که تاریخ تولدش انگار همون 2003 بوده و درست بوده. دیگه بقیه قضاوت رو میذارم به عهده خودتون، برام بنویسید نظرتون چیه. بله هرچی که میدونستم گفتم براتون. مرسی که داستان عجیب ناتالیا گریس رو دیدید و گوش کردین. چند تا لینک هم میذارم این پایین اگر خواستین برین اصل مصاحبه ها رو ببینین. مرسی جیگرها، دوستتون دارم.